این ویدیو درباره طوفانی که جون تو هم تهدید میکنه و قطب اصلی این طوفان هم ابر هکتوره. حالا شاید براتون سوال باشه که چرا ابر هکتور؟ چرا اسمش ابر هکتوره؟ این اسم تقریبا 80 سال پیش در طول جنگ جهانی دوم به وجود اومد. خلبانان و دریانوردانی که بین داروین و پاپواگینه سفر میکردن در طول جنگ از این طوفان به عنوان یک قطب جهتگیری استفاده میکردن و بر اساس حضور این طوفان راهشون رو پیدا میکردن. حالا قسمت مرموزش اینجاست که معلوم میشه یک کاسه زیر نیم کاسه است. چه جوریه که این ابر یعنی ابر هکتور هر ساله بین ماه‌های سپتامبر تا مارس حدود ساعت 3 بعد از ظهر این ابر رعد و برقی بزرگ تو نزدیکی جزایر تیدی شکل میگیره. این همه ماه تو سال، چرا فقط بین ماه‌های سپتامبر تا مارس؟ این همه ساعت تو روز، چرا فقط ساعت 3 بعد از ظهر؟ این که این ابر تا الان جون چند نفر رو گرفته واقعا نامعلومه. فقط اینو بدونین که این سابقه‌ای که تو تصویر میبینید قدرتش 1/10 ابرسائقه که از ابر هکتور تولید میشه. دیگه خودتون فکر کنید که اگه یه روزی این ابر روی آسمون یه شهر بره و یکی از این ابرسائقه هاشو بزنه چقدر آدم میمیره. جالبه. ابر یا به قول گفتنی همون طوفانی که کلی طرفدار داره و همه دوستش دارن میتونه به این راحتی جون هزاران نفر رو بگیره.